میخوای بدونی چطوری در مقابل اونایی که میخوان خیلی زود بهت حمله کنن بازی کنی؟ بیا تا بهت بگم. یه بازی خوشگل، کوتاه و پر هیجان رو با هم قراره دنبال کنیم. E4 سفید با پیاده شاه بازی خودش رو شروع میکنه. E5 متقابلا ما هم سعی میکنیم مرکز رو بگیریم. سفید فیل رو به خونه C4 میاره و پیاده F7 رو هدف میگیره و سعی میکنه در ادامه بازی با کمک وزیرش یه مات ناپلئونی در خونه F7 رو به ما تحمیل کنه. ما هم استقبال میکنیم. اسب رو به C6 میاریم و بهش این اجازه و فرصت رو میدیم که وزیر رو به F3 بیاره و سعی کنه ما رو ناپلئونی مات کنه. شما اینجا چیکار میکنید؟ میتونید با وزیر F6 پاسخ بدید، وزیر رو به F6 بیارید و جلوی تهدید حریف رو بگیرید، وزیرها رو تعویض کنید. میتونید اسب رو به F6 بیارید، اسب رو گسترش بدید و سعی در جلوگیری از طرح حریف داشته باشید. هر دو اینا قابل قبوله، ولی ما هیچ کدوم اینا رو بازی نمی کنیم. ما یک حرکت خاص و جذاب رو اینجا انجام میدیم. حریف رو میخوایم به باطلاق سیاه بکشونیم. پیاده به F5. میخواستی ما رو مات کنی؟ سرزمین ما خوش اومدی. اینجا چی کار باید بکنه؟ یا باید با پیاده بزنه یا با وزیر. هر دوتاشو بررسی میکنیم. هر دوتاش برای سیاه خوبه. به حساب من بازی کنید، لذتشو ببرید. اگر با پیاده بزنه، اسب رو به خونه F6 میذاریم، سوار رو گسترش میدیم، جلوی کیش وزیر در H5 رو میگیریم و بعد با طرح پیاده به D5 و کنترل کامل مرکز رو کنترات برمیداریم، حالش رو میبریم و بازی خیلی راحتی داره از اینجا به بعد برای سیاه. و همینطور اسب قراره به خونه D4 بره، به وزیر حمله کنه، به پیاده F5 حمله کنه، به پیاده C2 حمله کنه. چند تا از این تهدیدا رو میخواد برطرف کنه. خب تا اینجا که انتخاب E در F5 برای سیاه اوکیه. بریم وزیر در F5 رو ببینیم. وزیر در F5 این اون چیزیه که ما دوست داریم حریف بازی کنه و در باطلاق سیاه گرفتار میشه. پیاده رو به D5 میبرم. حالا هر دو تا فیل و وزیر چاق سفید زیر ضرب سرباز و فیل سیاه هستن. کدومو میخواد نجات بده؟ اگه وزیر حرکت کنه فیل رو میزنم. اینجا وزیر رو به H5 میبره، کیش میده. فکر کرده میتونه نجات پیدا کنه. پیاده به G6 میره. پیاده رو هول میدیم جلو. باید وزیر رو برداره فرار کنه. بعد از حرکت وزیر فیلش رو میزنیم و یک سوار جلو میافتیم. برمیگردیم چند حرکت عقب‌تر. چیکار کنه؟ وزیر عقب نشینی کنه، فیل رو میزنم. کیش بده، پیاده رو هول میدم جلو، بعد فیل رو میزنم. فیل بخواد پیاده رو بزنه، این بهترین انتخاب برای ما هست. فیل در وزیر، یک وزیر جلو میافتیم. اینجاست که باید بگیم به سرزمین سیاه خوش اومدی. بفرست برای اونایی که دوست داشتن ناپلئونی ماتت کنن. Good luck.